ما قول میدیم به شما که در حکومت اسلامی همه آزاد، همه به حقوق حقی خودشون خواهند رسید و تمام این مسائل که طرح میکنن قبل از رفراندوم و مشغول شدن به فعالیت، اینها به نفع اجانب است و بیایید و مملکت خودتون را نجات بدید. من از شما رهبران سیاسی جامعه میخواهم تا به دور از اختلاف‌های عقیدتی و با توجه به موقعیت تاریخی حساس و استثنایی کشورمان نیروهای خود را برای نجات میهن به کار برید. من از همه شما کارگران و کارکنان و دهقانان که با کوشش‌های خود چرخ‌های اقتصادی کشور را به حرکت در می‌آورند می‌خواهم تا با فعالیت هرچه بیشتر در حفظ و احیای اقتصادی کشور بکوشید. من از همه شما هموطنان عزیزم می‌خواهم تا به ایران فکر کنید.